عزیزم اگر قدر عضلاتت رو ندونی دیابت نوع 2 میگیری، تعارف هم نداره. میخوای بدونی چرا؟ با ما همراه باش. یه تحقیق توی سال 2023 توی یکی از ژورنال‌های معتبر پزشکی چاپ شده. توی این تحقیق اومدن 1275 تا آدم سالم بدون دیابت رو مورد مطالعه قرار دادن توی یک بازه 2 ساله. ابتدای بازه 2 ساله و انتهای بازه 2 ساله اومدن شاخصهای از قبیل گلوکوز ناشتا و هموگلوبین A1C که مربوط به دیابت است و توده عضلانی رو اندازه‌گیری کردن و ابتدا و انتهای 2 سال رو با هم مقایسه کردن. خیلی جالبه که بدونی 142 نفر معادل 11 نفر معادل 11% از این 1275 نفر بعد از 2 سال دیابت نوع 2 گرفته بودن و موقعی که اومده بودن شاخص‌ها و داده‌هایی رو که اندازه‌گیری کرده بودن بررسی کرده بودن، دیده بودن این افرادی که دیابت نوع 2 گرفتن 8% از حجم عضلاتشون توی 2 سال از دست رفته، اما افرادی که سالم بودن بعد از 2 سال و دیابت نگرفته بودن حدوداً 1-2% از حجم عضلاتشون رو از دست داده بودن. موقعی که این تحقیق رو خیلی به صورت جزئی‌تر مورد بررسی و مطالعه قرار میدیم متوجه میشیم که حدوداً بعد از 50 سالگی کاهش 1-2% از حجم عضلات طبیعیه در سال، اما کاهش بیش از این میتونه به عنوان یک عامل پیش‌بینی کننده دیابت نوع 2 برای ما قلمداد بشه. پس ورزش کن، تغذیه خوبی داشته باش، فعالیت بدنیت رو مرتب و منظم انجام بده تا احتمال ابتلا به دیابت نوع 2 تو شما کاهش پیدا کنه.